سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. در این آموزش میخوایم بررسی کنیم که دلیل استفاده کردن از استیت در ریاکت چیه و چرا از متغیرهای معمولی در ریاکت استفاده نمیشه برای ذخیره داده و اطلاعات. از اون به جای اون از استیت استفاده میشه. استیت یک آبجکت درون ساخت یا بیلت این در ریاکت که برای ذخیره داده یا اطلاعات استفاده میشه، مثل متغیرها هم برای ذخیره داده و اطلاعات استفاده میشن. استیت در کامپوننت میتونه در طول زمان تغییر کنه. بعد از تغییرات کامپوننت مجددا رندر میشه، تمپلیت آپدیت میشه و موارد جدید در دام قرار میگیره. در ریاکت اگر بخوایم اطلاعات رو تغییر بدیم 3 تا اتفاق باید بیفته. داده یا متغیر ما باید تغییر کنه، کامپوننت مجددا رندر بشه و تمپلیت آپدیت بشه و تغییرات در دام بشینه. در متغیرهای معمولی مقدار متغیر در کامپوننت تغییر میکنه، ولی 2 تا اتفاق اصلی که باید بیفته نمیفته. کامپوننت مجددا رندر نمیشه و تمپلیت آپدیت نمیشه که تغییرات در دام بشینه. ریاکت اومده برای حل این مشکل استیت رو معرفی کرده که با هم بررسیش میکنیم. خب ما یک کامپوننت داریم که در اون یک دیو ریترن شده که یک h1 و یک باتن در اون قرار داده که نیممون در اون این h1 قرار میگیره و این باتن هم وظیفه تغییر نیممون رو داره. خب حالا ما میخوایم که این نیمی که الان با لت یک متغیر معمولی تعریف کردیم رو تغییر بدیم، از عباس به مهدی تغییر بدیم. روی این باتن یه آن کلیک یک ایونت هندلر تعریف میکنیم که برای ما وظیفه تغییر نام رو انجام میده. یک تابع براش تعریف میکنیم، مثلا change name، اسمشو میذاریم change name. میایم و این فانکشن رو در این بالا تعریف میکنیم. change name. خب حالا در اینجا نیم رو مساوی مثلا مهدی قرار میدیم. برای اینکه ببینیم تغییرات چجوری هست یک کنسول لاگ هم تعریف میکنیم و مقدار نیم رو درون این کنسول لاگ نمایش میدم. سیو میکنم، به مرورگر میرم. روی این تغییر نام اگر کلیک کنیم باید این مقدار عباس به مهدی تغییر کنه. کلیک میکنم ولی هیچ اتفاقی نمیفته. اینسپکت میگیرم و به کنسول مرورگر میرم. اینجا مشاهده میکنید که مقدار مهدی رو نمایش میده، ولی چرا در مرورگر این اتفاق نمیفته؟ این برمیگرده به همون چیزی که خدمتتون عرض کردم. کامپوننت ما مجددا رندر نمیشه، تمپلیتمون هم آپدیت نشده که تغییرات در دام بشینه، ولی فقط داده ها تغییر کردن. گفتیم که در ریاکت اگر بخوایم اطلاعات رو تغییر بدیم 3 تا اتفاق باید بیفته. داده یا متغیر ما باید تغییر کنه، کامپوننت مجددا رندر بشه، تمپلیت آپدیت بشه و تغییرات در دام بشینه. ولی اینجا کامپوننت مجددا رندر نشده، تمپلیت آپدیت نشده که تغییرات در دام بشینه. حالا به ادیتور برمیگردم. ریاکت اومده برای حل این مشکل از استیت استفاده کرده و استیت رو معرفی کرده. ما دیگه در اینجا
به این لد نیازی نداریم و به این نیم هم اینجا به این دوتا نیازی نداریم. حالا ما میتونیم از یک هوک استفاده کنیم. این هوک use state نام داره که با اون میتونیم کامپوننت هامون رو، داده های کامپوننت هامون رو تغییر بدیم. use state از ریاکت اینو ایمپورت کردم. حالا ما برای اینکه از این یوز استیت استفاده کنیم باید این رو در اینجا فراخوانی کنیم، چون یک فانکشن هست اون رو فراخوانی میکنیم. این فانکشن به ما دو تا مقدار رو میده که اونها رو درون یک کانست ذخیره میکنم. از ویژگی دی استراکچرینگ جاوا اسکریپت استفاده میکنم و این دو مقداری رو که این فانکشن یوز استیت به ما میده درون این آرایه ذخیره میکنم. یکی از این مقادیر مقدار اولیه ما هست که اون رو من نیم در نظر میگیرم و دومین مقدار فانکشنیه که میتونه برای ما این نیم رو تغییر بده که من اون رو set name در نظر میگیرم. حالا اگر بخوایم ما نیم رو تغییر بدیم باید از این set name استفاده کنیم. ما یک باتن اینجا داریم که اگر روی این change name کلیک کنیم برای ما مقدار نیم رو تغییر میده. حالا از set name استفاده میکنم و اینجا نیم رو به مهدی تغییر میدم. سیو میکنم. حالا به مرورگر میریم و تست میکنیم. البته من اینجا باید مقدار اولیه به یوز استیت میدادم که فراموش کردم. مقدار اولیه‌اش رو عباس در نظر میگیرم. خب اینجا مشاهده میکنید عباس رو اگه روی این تغییر نام کلیک کنم به مهدی تغییر میکنه و این کار رو برای ما استیت انجام میده.